اول خیارشور رو میگم که تمام نکته ها رو گفته باشم، چون میزان آب و سرکه و نمک معمولا تو هر دوتاش مشترک هستش. حالا بیشترم روی این نکاتش بیشتر میخوایم تمرکز کنیم. مواد لازمش: خیار ریز 1 کیلو، آب 14 پیمانه، سرکه 1 پیمانه، نمک 1 پیمانه سرخالی، هویج 2 عدد، سیر 2 تا 3 حبه، شیوید 2 شاخه، کرفس 2 شاخه و پودر تخم گشنیز حدود 1/2 پیمانه و نخود خام 3 تا 4 عدد. این مواد لازم خیارشوره. برای گل کلمم میزان آب و سرکه و نمک همینه، فقط گل کلم 1 کیلو لازم داریم، کرفس 1 شاخه، هویج 250 گرم، فلفل تند 1 عدد و خیار 200 گرم. برای درست کردن شور و خیارشور اولین کاری که میکنیم یه تناسب برای آب و سرکه و نمک بس داشته باشیم، چون همیشه یا خیارشورای ما خیلی شور میشه یا اینکه کپک میکنه از بی‌نمکی و نرم میشه یا زرد میشه. بالاخره یه خیارشوری که برای مدت طولانی داشته باشیم و زیر دندون خس صدا بده و ترد و شکننده باشه خیلی کم پیش میاد که باشه، مخصوصا با این فضاهای گرم آپارتمانی که الان همه دارن، حتی انباریاشون همه گرم هستش، بالکنا آفتاب میفته و همه باعث میشه که این شور و خیارشور ما خراب بشه. حالا ما با همه این معایبی که الان توی این زندگی‌های ماشینی داریم چجوری این خیارشور رو درست کنیم که خیلی عالی در بیاد؟ این تناسبی که الان به شما گفتم، میزان آب و سرکه و نمک، ببینید هر پیمانه، حالا میزانش رو من الان 1 کیلو گفتم، پیمانه میتونه از پیمانه پلوپز شده، این کاسه شده، این کاسه شده، بستگی به میزان خیارشوری که داریم میتونیم استفاده کنیم. میتونه پیمانه من پارچ باشه، یعنی اگه 14 تا با این پارچ آب پیمانه کنم، با همین پارچ واسه یه دونه سرکه و 1 پیمانه سرخالی، یعنی یه دونه پارچ سرخالی نمک بهش اضافه کنم. این پیمانه یکی باشه و مشخص. بله، یک پیمانه مشخص باشه. حالا هر چقدر میزان خیاراتون زیادتر، پیمانه‌هاتون رو میتونید بزرگتر کنید یا میزان آب رو 2 برابر یا 3 برابرش بکنید. حالا یه نکته خیلی مهم برای خیارا، بهتره که هر چیزی که میخوایم برای شور و خیارشور حالا یا برای ترشی استفاده کنیم حدود 3-4 ساعت جلوتر اینا رو تمیز بشوریم، روی پارچه ملافه تمیزی پهن کنیم تا کاملا آبش کشیده بشه، یعنی یک ذره آب داخلش نباشه. وقتی که به این شکل در اومد، آبمون رو میذاریم جوش میاد. آب که جوش اومد، نمک و سرکه رو بهش اضافه میکنیم به همون تناسبی که گفتم. نمیخواد روی حرارت بمونه، نمیخوایم جوش بخوره، فقط این دوتا با هم مخلوط بشه. یعنی الان من آبم جوشیده است، الان آوردم کنار و الان دوباره اینا رو با هم میتونم قاطی بکنم. هویجمو خرد کردم، حالا خرد کردنش هم اگه فرصت بشه که نشون میدم. میتونید حالا قالب بزنید، میتونید حالا با کاترهای طرحدار برش بزنید، به هر شکلی که هستش. ببینید همه اینا رو. یه ذهنیت دیگه ای که هستش، معمولا وقتی شور و خیارشور یه عالمه سبزی شور و خیارشور شما میخرید و داخل این دبه ها میکنید و خود اون باعث کپک شور و خیارشور شما میشه. ببینید من الان شیوید گفتم، ولی این قسمت های شیوید اصلا داخلش نمیریزم. من از چوب شیوید استفاده میکنم، چون خود اینا بعد از یک مدتی، چون میزان آب این زیادتره، مثل ترشی نیستش که سرکش بیشتر باشه، میزان آبش زیاد هستش و همین باعث کپک زدگی و خراب شدن خود این سبزیجات میشه. ما فقط میخوایم از شاخه های شیوید، اونم در میزان خیلی کم، یعنی ببینید همین برای 1 کیلو کافیه، یعنی از ساقه خود شیوید استفاده میکنیم، از برگاش استفاده نمیکنیم. ظرفی که میخوایم خیارشور رو توش درست بکنیم باید حتما تمیز، البته این ظرف مناسب نیست چون من میخواستم فقط نشون بدم، باید حتما درش سفت محکم باشه. البته اینم میتونید استفاده کنید اگه توی یخچال نگه میدارید، ولی حتما یه سلفون یا یه نایلون محکم کشیده بشه که هوا داخلش نفوذ نکنه. ببینید وقتی که شیشه هاتون رو میخواید برای شور یا خیارشور یا حالا ترشی میخواید درست بکنید، حتما بهتره که اینو ضد عفونی کنید. مطمئن باشید که ترک نداشته باشه. خواهشاً از ظروف پلاستیکی استفاده نکنید. ببینید برای مدت‌های مخصوصا طولانی سرکه با پلاستیک واقعا اصلا با هم جور نیستش. قدیما این کارو می‌کردن، ظروف سفالی و حالا چیزای دیگه، ولی واقعا توی ظروف دبه‌های پلاستیکی هم مقطعی استفاده می‌شد. فلانفعالات شیمیایی یعنی میده با سرکه. بله، زیاد مناسب نیست، مخصوصا اگه نور رو توی بالکن و این جای دیگه می‌ذارید که زیاد خنک نیستش، واقعا از لحاظ سلامتی مضر هستش، دیگه لذت بخش نیست. ببینید وقتی که
ما میخوایم خیارامون رو حالا شیشه‌مون رو تمیز کردیم، میتونیم شیشه ها رو یک لحظه 1 دقیقه داخل آب جوش، آبی که در حال جوش هستش، بچرخونیمش و بذاریم برعکس تا کاملا خشک بشه و بعد استفاده بکنیم. حالا برای اینکه خیارا رو اگه دقت کرده باشه وقتی خیارش رو میایید درست میشه بازش میکنید پر آب داخلش، برای اینکه هم داخلش مزه دار بشه و خیلی خوشمزه بشه با یه خلال دندون این خیارا رو از وسط یه سوراخ ایجاد میکنیم. تمام خیارا رو به این شکل یه سوراخ ایجاد میکنیم بهش. وقتی که سوراخ رو ایجاد کردیم شیشه رو حالا اگه دوست داشتید به طرف خودتون میگیرید و اینا رو داخلش میچینید. خانم گلاور عزیز، دوستان گفتن که برای خیارشور چه نوع سرکه‌ای باید استفاده بشه؟ خانم گفتن من به تازگی ازدواج کردم و خیلی از برنامه‌شون چیزهای زیاد یاد گرفتم. من ممنونم از ایشون که انقدر لطف دارن. خواهش می‌کنم راهنماییشون کنین چرا سرکه استفاده کنن؟ سرکه انگور، حالا سرکه سیب هم میشه استفاده کرد ولی سرکه انگور از همه مناسب‌تر برای شور و خیارشور هست. خیلی ببینید من به این شکل این شیشه رو برعکس نگه داشتم، خوابوندم اینجا که از لحاظ ظاهری هم حتی خودتونم میخوای یه چیزی رو درست کنید بهتره که زیبا باشه. من توی مواد لازم نخود گفتم. اینا فوتای کاری هستش که ما انجام میدیم. خود نخود مانع میشه که این شور یا خیارشور شما کپک بکنه. حدود 3-4 تا نخود و کف ظرفم می‌ریزم و از هویجایی که خورد کردم که وقتی هم در میاریم کنار خیارشور ظاهر قشنگی داشته باشه. فلفل تند اگه دوست داشتیم که خیارشور تند و تیزی داشته باشیم بهش اضافه میکنیم و دوباره خیارا رو میچینیم و از این ساقه شیوی به این شکل فقط در همین حد کافی. و عطری که برای خیارشور ما واقعا لازم هستش از این تخم گشنیز استفاده میکنیم و فوق‌العاده طعم خیلی خوبی به این خیارشور ما میده. وقتی همه اینا رو پر کردیم میتونیم یکم از کرفس استفاده کنیم. خود کرفس ترشه و کمک میکنه به این درست شدن و طعم خوب این. من از تخم گشنیزم استفاده میکنم، تخم گشنیز رو بهش اضافه میکنم به این شکل برای اینکه روش کپک نکنه و تا آخر باید این تا جایی که جا داره ما از این خیارها استفاده بکنیم و اینا رو داخلش بچینیم. وقتی کاملا چیدیم قبلا برگ مو رو میذاشتن روی این، حالا ممکنه همیشه در دسترس نباشه چون کرفس رو داریم استفاده میکنیم از خود برگای کرفس رو روی این قرار میدیم و تناسب آب و نمک و سرکه‌ای که درست کرده بودیم و روش می‌ریزیم و درش رو می‌بندیم. ببینید الان وقتی که درش رو ببندیم و بذاریم، اگه این ظرف شما رو بالکن بذارید، جای سایه بذارید، خنک بذارید، وقتی نور می‌بینه خیارشور زرد رنگی دارید، یعنی نباید اصلا خیارشور شما نور ببینه. بهتره که 1-2 روز توی محیط همین آشپزخونه یک کابینتی جایی باشه، وقتی که یکم مزه ها با هم قاطی شد توی یخچال یا جای خنک بدون اینکه جایی که نور باشه استفاده بکنید. برای شورم همین نکته ها رو انجام میدیم. یعنی گل کلم‌ها رو من تمیز پاک کردم، شستم. ببینید اصلا یک قطره آب نداره. اینا رو توی ظرفم منتقل میکنم. دوباره 2-3 تا نخود خام کف ظرفم میندازم. این خیارشوری که آماده شد یا شوری که دارین آماده میکنین چه مدت زمانی بمونه تا آماده بشه؟ بله این تقریبا 1 ماه طول میکشه که کاملا مزه‌دار و خوب بشه، ولی از 15 روز به بعد میتونن راحت استفاده کنن. بله وقتی که گل کلم‌ها رو ریختیم به همین ترتیب میتونیم از هویج، کرفس خرد شده و سیر، فلفل، من فلفل رو نشکستم که خیلی تند نشه، ولی اگه دوست داشتن تند باشه میتونن یه دونه فلفل استفاده کنن و حتما از وسط نصفش بکنن. ببینید خیار که میتونن از خیار چنبل استفاده بکنن چون خیار چنبل همه جا نیستش. من از خیار ساده استفاده کردم. دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. دوباره سبزی معطر به شور چی میزنید؟ من فقط تخم گشنیز میزنم. اصلا سبزی مرزه هم میریزن. بله ببینید خیلی غالب میشه. یعنی طعم خودش رو از دست میده. حالا یه شور ساده ای هستش ولی باز سلیقه هر کسی 100% به تجربه خودش و به ذائقه خودش میتونه اینا رو عوض بکنه. وقتی همه این موادمون رو ریختیم و اینجا پرش کردیم دوباره روی سرش با کرفس پر میکنیم، برگای کرفس و آب و نمک رو بهش اضافه میکنیم. آب و نمک هم که ببینید من الان با این پیمانه کردم
نمک رو بهش اضافه میکنم، سرکه رو بهش اضافه میکنم، اینو خوب هم میزنم و بهش اضافه میکنم. باز یه نکته ای که خیلی بخوان شورشون مدت طولانی تر بمونه اینه که از نمک‌های یوددار استفاده نکنن. از سنگ نمک، ولی سنگ نمک پودر شده. اگه سنگ نمک استفاده میکنن خانم امینیان عزیز، چون بلوراش یک کم درشت‌تر هستش و دیرتر حل میشه، یک پیمانه سرخال زیاد میشه براش. نصف پیمانه ازش استفاده میکنن و داخلش میریزن. وقتی همه اینا به این شکل آماده شد، اینا رو از این کنار کاملا با ظرف پر بشه. بله، تا روی این پر بشه. معمولا 2-3 روز بعد دوباره بهش سر میزنیم. ممکنه که یکم سبزیجات آبو به خودش کشیده باشه، سر این شور آبش بره پایین. شما دوباره از همین آبی که نگه داشتید روش میریزید، به این شکل اینا رو پر میکنید و نگه میدارید. پس 2 روز میذاریم توی محیط آشپزخونه. بعد از 2 روز حتما جای خنک. ببینید الان خیار قدیما برای چی تو دبه‌های بزرگ میذاشتن؟ چون فقط یک فصل خیار میومد، یک فصل ول کلم میومد. شما 2 تا شیشه میذارید، تا دارید شیشه دوم میخواید درشو باز کنید، دوباره تو شیشه اول دوباره درست بکنید که بتونید توی یخچالاتون جا برید و استفاده